گلستوک دوختن در اسلام ضرری دارد؟ اگر با گلستوک نماز خوانی چی می شود؟ بسیار خوب می شود، هیچ گپی نداره. گلستوک ببر نماز خوندن بگی، استودنتی معلمی گلستوک تا بسته خوندن بگی. گلستوک یک لطه هست، او یگان جای بینمازی نداره. گلستوک چکار میکنه؟ گپ‌های زیادتی به اساس در حق همین گپ‌ها رو میگن. کارکنی دولتی است، معلم است، دانشگاه است، طلبه است، گلستوکش بستگی نمازش خونده رفتن بگیره. مخصوص در یک امر معروف دیگری هم این مسئله در ما برآمد کرده گیریم که گلستوک با ما میخوایم خوب میشه که دخترها ببندن. دخترای مکتب، استودنت‌ها ها، معلمه ها همش گلستوک ببندن. این بهتر است که سطر میکنه، پیشی برش محکم میکنه. اینطوری که با ازیدی افتابی ببنده با بهتر چشمش سطر میشود. این بهتر است. یگان ضرری ندارد، گناهی هم ندارد. دیگر گفته است ساعتم یک نکنه. السلام علیکم داملای شیرین سخن، به سوالهای من جواب دید. ناخونها را بعد گرفتن میگویند که نه پرتوید بلکه گور کنید، این صحیح هست یا نه؟ البته که این مسئله هست که وقتی که ناخونه که گرفتین در فتوای عالمگیری این مسئله هست. فتوای هندیه یا فتوای عالمگیری در همین مسئله هست که فاذا قلم اظفاره او جذ شعره ينبغي ان يدفن ذلك ظفر. در فتوای عالمگیری همین هست که وقتی که ناخونها تا گرفتی یا موی سر تا تراشیدی، اینها را باید که در زمین گور کنی. حتی همون موی سری دراز داشته باشه، در همون سرتراش خونه هم که تراشیدی موهات خودت گرفته ببر در یک جا گور بکن. فاین رمیه به فلا بس، نه که اگر همون موی سرش و ناخونش اگر پرتویشن لا بس، هیچی یا پینه با که نداره. خب و این القاء فی الکنیف او فی المغتسل یکره ذالک لأن یورث. اگر موی پشم سر یا ناخون اگر در کنیف در توالت بپرتوید یا در مغتسل در حمام در همونجا اگر پشم ها را اضافی اگر بپرتوید، این کسل ها پیدا میکنه. از وجودی همونها مخصوص میکروب های پیدا میشه که چندین کسل ها پیدا میشن. این تازگی از اسلام است. برای همین وارد جمعشون کنن، گورشون کنن بهتر است. خب این فتوای عالمگیری است. اما در فتوای قاضی خان دیگر فتوا است. در اونجا میگن که یدفن اربعه، 4 چیز از آدم هست که اونها را حتما باید که به زمین گور کنن. ظفر، یکم ناخونا را که گرفتی در زمین گورشون بکن. دویم و شعر، موی سر است یا موی مثلا تاگی کشه یا موی زیر نوف کدام موی اضافیه کی باشه، یا که مثلا کودک ختنه میکنن همون چه ختنه کردش دیگه همون پوستک یا را جمع کنن گورشون کنن در زمین. خب دیگر خرقه حیض، همون لطه‌ای که زنها از تک میبردارن در حالتی مثلا ماهیانه کسل بدنشون، همون لطرانی باید که گورش کنن در زمین. ایتر رو شد نمونه یا در مصر نپرتنشون گورش کنن. دیگرش خونی آدمی، همین چیزها باید که از آدم هستند در زمین گور کرده شوند. یعنی کودک ختنه کردن همون چیزی او لطه‌ای از حیض، خون، ناخون، پشم سر یا دندون، هر چیزی که از آدم جدا میشد او باید به زمین گور کرده شود. در فتوای قاضی خان خیلی فتوا دادگی هست.